من مهمونی اوکی کردم، فقط به اینا گفتم ما 81. خب حرف مفت زده دیگه. اگه یکی دو سال این منور کنیم میتونیم کارو جمع کنیم. هر سری دو نس جابجا میکنیم و لو میریم کوهنسان و میانسان وسط مهمونی. بعد توجه کردیم ما دیگه جمع همراهی نمیکنیم، ما داریم جمع دنبال میکنیم، ما داریم آویزون میشیم اینا ما رو ببرن مهمونی. با دغل و حیله و نیرنگ که دیگه نمیشه رفت مهمونی. من اصلا لباس کوتاه دیگه نمیتونم بپوشم. من یه ذره سرما میخوره ساق پام تا 3 روز افتادم. تو نیم تنه بپوش. نیم تنم نمیتونم، از این شکمبندای پشم شتر میبندم چون یه ذره که باد میخوره به 4 ستون بدنم لرزم میگیره میافتم. لباس متفاوت بپوش. لباس متفاوت بپوشیم ولی دیگه لباسای شخصیتای کارتونی رو نپوشیم. این احمق و احمق‌تر میشیم. زیاد اصرار نداشته باشیم که سنمون پایینه. بعد اصلا ما 2 جرعه مینوشیم خواب ما رو فرا میگیره. من سری پیشم که همراهی میکردم یه تیکه به نبات گوشه لپم بود. بیشترین چیزی ما رو زنگ میزنه مدل موهای تو این سنت رفته بالا کم پشت شده، اصرار به پوش داری، یکم که میرقصی عرق میکنی این پوشا میاد بیرون انگار یه لونه کفتر اون وسط داره میرقصه. میخوای سنت بیاد پایین پستیج چتری بذار. ما عروسکی میبندم. با این قیافه فقط میتونی عروسک آنابل باشی. اصلا دیگه به موزیک بس نشی یا ما که اصلا نمیشنویم. ما نمیشه بقیه میفهمن تو افسر شهیدی گذاشتی. ما نقطه قوتمون رقصمونه، با رقص کارو جمع میکنیم. اون مال قدیم بود. الان نمیدونم تو دیگه چرا انقدر خرامان میرقصی، کند شدی، پیر شدی. تا این دستو میخوای بیاری بالا 20 دقیقه طول میکشه، انگار رقص رباتیک داری انجام میدی. میخوای اصلا نریم بشینیم فیلم ببینیم؟ آره بابا این جمعایی که تو اوکی میکنیم ما میتونیم سال تحویل بهشون عیدی بدیم. فیلمم الان میخوام ببینم وسطش خوابم میاد. اصلا نمیدونم من چربی و اورو چگالیم همه چیم به هم ریخته ها. اصلا به هم ریختم. برم بالش تو بیارم. آره خب